عربستان سعودی از آغاز سال نو میلادی به زنان آن کشور اجازه می‌دهد که به برخی از ورزشگاه‌ها وارد شوند. این اقدام نو بخشی از تلاش‌های رهبریت آن کشور برای کاهش محدودیت‌ها در مورد زن‌ها در این کشور محافظه‌کار است. هیئت عمومی ورزشی عربستان سعودی در صفحه توییتر خود گفته است مقام‌های ذی‌دخل به آماده‌سازی ورزشگاه‌ها در ریاض، جده و دمام شروع کردند و از آغاز سال 2018 خانواده‌ها می‌توانند در ورزشگاه‌ها حضور پیدا کنند. رسانه‌ها اخیراً این احتمال را نیز مطرح کردند که عربستان سعودی به نزدیکی اجازه ورود به سینما را نیز برای زنان صادر خواهد کرد. بنابر قانون‌های عربستان سعودی، یک عضو کلان مرد در خانواده باید برای تحصیل، مسافرت و یک عده از فعالیت‌های دیگر زنان اجازه بدهد و در غیر آن زنان از چنین حقوق بهره‌مند نیستند. خبرگزاری ها می نویسند که دستگاه رهبری عربستان به طور مشخص ولیعهد محمد بن سلمان سیاست های نوی را در پیش گرفته است که با افکار عمومی عربستان سعودی در تضاد است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی چند روز قبل وعده داده بود که اسلام میانه رو را به کشورش باز می‌گرداند و برای انتقال این کشور به یک جامعه باز که به شهروندان امکانیت بیشتر داده و سرمایه‌گذاری خارجی را جلب کند خواستار حمایت بین المللی شد. عربستان سعودی نزدیک به 20 میلیون اهالی دارد که بیش از نیمی از آنها زیر 25 ساله هستند. محمد بن سلمان خود 32 ساله است و در آغاز سال جاری به جای محمد بن نایف ولیعهد عربستان سعودی تعیین شد. در سال 2015 سلمان بن عبدالعزیز به پادشاهی عربستان سعودی رسید و سیاست‌های این کشور تغییر یافت. در ماه ینوری سال جاری پادشاه عربستان سعودی پسری جوانش محمد بن سلمان را ولیعهد و جانشین خود تعیین کرد. در دوران حکومت سلمان بن عبدالعزیز صلاحیت‌های پلیس مذهبی محدود شد. اجازه برگزاری کنسرت‌های موسیقی برای اولین بار پس از چند دهه صادر شد. بخشی از حقوق زنان از جمله حق رانندگی به رسمیت شناخته شد.